آورید اول سخن را بر زبان، بنده تا بوی کلام حق شنید، ملت از فیض زبان آمد پدید. السلام علیکم استادان ارجمند و گرامی، خانم ها و جنابان. حضور یکایک شما را در این همایش بسیار هم زیبا و نورانی و افتخار بزرگ داشته روز زبان و شعر فارسی صمیمانه خیر مقدم می‌گوییم. از سفارت جمهوری اسلامی ایران، اتفاق نویسندگان تاجیکستان از سپاس می‌کنیم که چنین یک همایش پرشکوه را روزداری کردند و این وجه ما با شما دیدار ببینیم از صحبت‌های دانشمندان، شاعران، عالمان، تحقیقگران کشورمان بهره می‌برداریم. وقتی من و شما می‌نگرم و تالار راسگب هیجان و سیاستم باز آسان‌تر می‌شود که در روبروی خود چه سرسیدهایی رو می‌بینم. این بیت یادم می‌آید که عزیزی من، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. و من هزاران شکر میکنم باز به همین شعر و ادب بزرگ فارسی که مشکل کشای ما در همه منبرها، در همه صحنه‌ها همین گنج بی‌بها است. و رجوع میکنم با شعر استاد نامین قناعت که همه شما میدانید: قند گویی، قند جویی، پند جویی ای جناب، هر چی می جویی بجو. بیکران بحریست گوهر بی حساب، هر چی می جویی بجو. فارسی گویی، دری گویی برا، هر چی می گویی بگو. لفظ شعر و دلبری گویی برا، هر چی می گویی بگو. بحر من تنها زبان مادری است، همچو شیر مادر است. بحر او تشبیه دیگر نیست، چون که مهر مادر است. زین سبب چون غمزه های دلبرم دوست می‌دارم مرا، چون نوازش های گرم مادرم دوست می‌دارم مرا. همه شما عزیزان با همین دوستداری، با همین محبت امروز در این انجمن به هم آمده، آنها را با کمال احترام روی منبر سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دوست و برادر بسیار عزیز و گرامی ما که مرحله جدیدی را در مسئله‌های تاجیکستان و ایران بنیاد گذاشتند، جناب آقای محمد تقی صابری نامه خواهش می‌کنم. ریاست محترم اتفاق نویسندگان، اندیشمندان و فرهیختگان همپیوند و همسخن، حاضران گرامی، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در آغاز سخن خوشحالم که در جمع شما اصحاب دانش و فرهنگ کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان با خویشاوندان تاریخی خود با زبان شیرین پارسی که میراث هزار و چندین ساله نیاکان ماست سخن میگویم. در گاه شمار جمهوری اسلامی ایران روز 27 شهریور به نام روز شعر و ادب فارسی
و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار غزلسرای نامدار ایرانی نامگذاری شده است. این مناسبت فرخنده را گرامی می‌داریم و به تمامی علاقه‌مندان زبان فارسی به ویژه هموطنان ایرانی و مردم هم فرهنگ و هم زبان تاجیک شادباش میگویم. زبان و ادب فارسی میراث گرانبهای تاریخ و نیاکان ماست و این مناسبت بهانه‌ای است برای بزرگداشت بزرگان زبان و ادبیات پارسی و اندیشه‌های مفاخری همچون ابوالشعراء ابو عبدالله رودکی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، مولوی، نظامی، میرسید علی همدانی، ناصر خسرو، کمال خجندی و دیگر شاعران ناموری که در تعالی آرمان‌های والای انسانی سهم سترگی داشتند. مفاخر زبان و ادب پارسی پیام آوران فرهنگ و ادب دیرینه مشترک من در گوشه و اکناف جهان هستند که مهرورزی، صلح، اندیشه و کرامت انسانی را فریاد می‌زنند و اهتمام همه استادان بزرگوار و چهره‌های برجسته فرهنگ و ادب و هنر ایرانی، تاجیکستانی و افغانستانی که دل در گرو زبان نیاکان دارند، در پاسداشت و بالندگی زبان و ادب مشترکمان سعی و تلاش فراوان به خرج داده و کام تشنگان معرفت را با اندیشه‌های بالا و قلم‌های سبزشان سیراب کرده‌اند. حاضران گرامی، آقایان و خانم‌ها، امروز زبان مشترک ما درخت باروری را می‌ماند که ریشه‌های عمیق و شاخه‌های آن مظهر یگانگی فرهنگی ایران زمین است. وظیفه همه ماست که این درخت را از گزند و آفات زمانه حفظ کرده و برای آیندگان به میراث بگذاریم، چنان که نیاکان برای ما تلاش کردند و آن را به دست ما سپردند. در همین راستا میخواهم از فرصت استفاده کنم و این خبر خوش را خدمت شما میهمانان ارجمند اعلام نمایم که 3 تن از فرهیختگان تاجیکستانی به نام‌های استاد بانو گلرخسار صفی، استاد عبدالنبی ستارزاده و استاد رستم وهاب با عنوان اعضای پیوسته و افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند. شایان ذکر است پیش از این نیز فرهیختگانی همانند مرحوم استاد محمد جان شکوری بخارایی، استاد عبدالقادر منیازوف و استاد سیمودین داد خدایوف در این فرهنگستان عضویت داشتند. روح این بزرگواران شاد و برای اعضای جدید این فرهنگستان از درگاه یزدان پاک سربلندی و موفقیت‌های بیشتر تمنا دارم. چه زیبا گفته است استاد نظام قاسم: 2 مزرع گلفشان، همه بگن ایران و تاجیکستان، 2 مزرع گلفشان، 2 ملک عشق و ارمن،
دو راهجوی دانا، دو رهرو توانا، در راه عهد و پیمان، ایران و تاجیکستان، دو هم قران و هم گل، دو هم زبان و هم دل، یادی ز آل سامان. ایران، تاجیکستان. در پایان یک بار دیگر روز گرامی داشت شعر و ادب پارسی را شادباش گفته و از مقامات محترم حکومت کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان و همه کسانی که ما را در برگزاری این همایش باشکوه یاری رساندند تشکر و قدردانی می‌نمایم و سخن خود را با چکامه زیبا از جناب آقای دکتر غلام علی حداد عادل، رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی به پایان میبرم. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هری. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. فارسی را پاس می‌داریم زیرا گفته اند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. زنده با دوستی دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان. همواره سلامت و پیروز باشید. عهد رودکی تا با امروز به یک ازن با این همه زیبایی، با این همه سلاست و نفاست رسیده است و آدم و شعرا در همان قصیده دندان یا شباب قصیده فرمودند که همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود. همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود. دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود. دلم خزانه پرگنج بود و گنج سخن. نشان نامه ما مهر و شعر عنوان بود. و جای دیگر فرمودند که چو درپاش گردد به معنی زبانم، رسد مرحبا از زمین و زمانم. و صوت نوا و بسیط معانی، طرب بخش روحم، فرهزای جانم. خرد در بها نقد هستی فرستد، گوهرهای رنگین چو زاید ز کانم. امروز پیرامون همین گوهرهای رنگین زبان ادب پارسی صحبت می‌شود و حالا از ملک الشعرای زمان رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان برادر عزیز ما نظام قاسم تشریف می‌برند. ای تاجیکی امروزی من آینده من، ای پارسی امروزی من آینده من، ای در دو جهان جهانی پاینده من. از عالم فانی من امید نیست، امید ابد توی ابد زنده من. زنده باد. زمانی که با سه نام یاد می شود، لیکن برای سه خلق یگانه است، برای سه خلق عزیز است، برای سه کشور فهما و دسترس است. چرا همه از زبان سخن گفتیم امروز؟ هرچند که روزی شعر و ادب پارسی است. من گمان میکنم که همین زبان زاینده شعر و ادب بزرگ ما است و تمام زیبایی شعر ما، تمام خیرت و تمام
چیزی که در ادبیات هزار ساله ما هست توسط همین زبان افاده شده است و ما این زبان را باید پاس داریم، گرامی داریم، چنانه که جناب آقای سفیر شعر استاد حداد حالی را یادرس کردن و این نکته در شعر ما هم، در ادب ما هم از همون شعر مشهور استاد قناعت، در شعر مشهور استاد آزاد صابر، در شعر مشهور استاد لایق شیرعلی جاویدانه ثبت است و ما این سنت را همیشه زنده و پاس می‌داریم. دوستان عزیز، من هیچ نمیخواستم و سیاست دخالت کنم، لیکن چی کنیم که سیاست با ما دخالت میکنم. من امروز به چهره اکثر شما نگاه میکنم و نمیدونم که در دل شما چه طغیان ها، چه طوفان ها، چه فروز و فرازها است، این لحظه ها، لیکن گمان میکنم که یک نیمه دل همه ما امروز در دیگر جا است، در نزد پدر و مادران، در نزد خواهر و دادران، در نزد برادران ما، در نزد فرزندان ما است که زیر تیر و توپ قرار دارند و من از فرصت استفاده برده از نام ریاست اتفاق نویسنده ها، از نام تمام ادیبان تاجیکستان و خانواده هایی که پدر و مادر، برادر و خواهر، فرزند تلف دادند صمیمانه اظهار همدردی میکنم و امید میکنم که با جهد و تلاش حکومت های دو کشور این صحیفه سیاه قسمت دو مردم، دو کشور صفحه گردان می شود و ما باز سابقه دیرینه همجواری و دوستی را ادامه میدهیم. یادی گذشتگان بخیر. و از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، از سفارت جمهوری اسلامی ایران اظهار تشکر میکنم که در هر لحظه، در هر حالت همراه ما هستند، در پهلوی ما هستند و امروز هم که روز زبان ما، روز ادب ما، روز شعر ما رو برگزار کردند، گمان میکنم این هم یک رمز است، چون که سلاح مردم فارسی زبان، سلاح مردم دری زبان، سلاح مردم تاجیک زبان از قدیم زبان بود، زبان هست و زبان خواهد ماند. ما با همین زبان دوستی را ترغیب میکنیم، دوستی را رواج میدهیم و گمان میکنم که همیشه دوستانی نو و نو پیدا میکنیم و امروز باز یک روزی برای اتفاق نویسنده های تاجیکستان بسیار خاطر نشان، خاطر مان هست، چون سه همقلم بزرگ ما شرفیاب شدند که به عضویت فرهنگستان مشهوری زبان و ادب فارسی پذیرفته شوند و این من استاد ستارزاده، استاد رستم وهابزاده را به این مناسبت مبارکباد میگویم و از جانب دیگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تبریک میگویم که 3 نفر شایسته را امروز به عضویت می‌گذاریم و این 3 نفر به معرفی هیچ احتیاج ندارند. برای زبان ما، برای ادب ما، برای شعر و نقد ما خدمت‌های بسیار بزرگی ماندگار کردند و باور دارم که این مقام نو آنها را باز هم به خدمت بیشتر و الهام بیشتر و بازیافت‌های بیشتر در ساحه‌ای که دل و جانشان است، در ساحه‌ای که حیاتشان است، زندگیشان است وادار می‌کنم. مبارک باشد. تا که یزدان چرخ را گردنده داشت هر خلق زبان آینده داشت.
خلق ما را خود زبان ارزنده داشت، تاب و تب بخشیده شد تابنده داشت، بال و پر بخشیده شد بالنده داشت، زیب و فر بخشیده شد زیبنده داشت، دایمش از گنج دل آگنده داشت آزاد و معنی بنده داشت. دوست را شهد زبان پرخنده داشت، خصم را تیغ زبان افکنده داشت، خوشدلان را فرخ و فرخنده داشت، بددلان را گنده و شرمنده داشت. این زبان ما را چنین پاینده داشت، زنده داریمش که ما را زنده باشد. تشکر بار دیگر از کنندگان این محفل زیبا اظهار تشکر میکنم و امید همکاری‌های آینده. تشکر. تشکر نظام جان. امروز در تمام از اون درگیری ها یادآور شد نظام الدین در تمام شانهای قسم و واحدهای قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان همین میدان دادن می شود. نظام و نظام نظم بنا در جامعه ما در همه دنیا نظم و نظام برقرار باشد. این سه تن از بزرگانی که به عضویت فرهنگستان زبان و ادبی فارسی پذیرفته شدند شخصیت‌های معتبری تمام حوزه فارسی زبانان هستند. من صمیمانه‌شان را مبارکباد می‌گویم و حال از جناب آقای سفیر خواهش می‌کنیم که همون لوحه‌های عضویت ایشان را در شاهدی همه ما و شما و خانم گلرخسار و استاد عبدالنبی سرتازاده و استاد رستم بهزاده تقدیم کنم. متنش از استاد محترم سرکار خانم گلرخسار صفی‌آقا با احترام شورای فرهنگستان سرکار عالی را در جلسه مبارک 33/1401 خورشیدی عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب کرده است. توفیق سرکار عالی را در تحقق اهداف فرهنگستان و پاسداری از زبان فارسی که میراث ارزشمند و مشترک همه فارسی زبانان جهان است از خداوند بزرگ خواستارم غلام علی هداد رئیس فرهنگستان و زبان و ادب فارسی. عاشقان سخن میگویند، با لهجه عارفان سخن میگویند، از بس که به پارسی سخن میگویند با لحن فرشتگان سخن میگویند. من برای فرشته سخن جناب آقای سفیر حقیقتا استاد فردوسی درباره شما گفتم فرستاده باید که دانا بود و دانشی که برای امنیت، برای صلح، برای دوستی، برای عشق صرف می شود و دانش جاودانه است. در جان؟ و صابرم باشد. بعضیان میشن صابرم باشد چنان بهتره. مثلا من خواستم بگم که ایران من، عرفان من، مرز ظهور زردشت، هجران 300 ساله عشق را در من نکشت. من نمیدم راست دیگه این اکادمی فنهای ایران چی هست و که من چیکار کردم میدونم و قول سقراط که من یک چیز را درباره خودم میدونم که هیچ چیز را نمیدونم
اما خدا کند که همین شرف، همین جایزه، همین مهر شما منم به یک چیز وادار کند که درباره کی و چی بودن خودم قلم فکر کنم. در یک سفری بسیار دور و دراز جنگجویی اروپایی از من پرسیدم در منبر بالای شهر براگاتی وقتی که با ایران خیلی درد افتادن، ایران چی است؟ ایران کی است؟ گفتم ایران مادر است. ببینید چقدر وقت زمان گذشته است، اما ایران مادر است. چقدر اومدن بدخواه ایران رفتن، همون ضحاک برای 77 تمام بس است. باز چقدر ضحاک های دیگر داریم و امروز من برای هر دو طرف گریه میکنم. ما مادرها باید برای هر طرف گریه نکنیم. اون طرف هم مادر دارد، اون طرف هم خواهر دارد. ببینید ما را یک لحظه نمانند که آرام باشیم یا وقال تاجیکا تنج باشیم، چون که اگر ما چیزی نمیبودیم، کسی نمیبودیم، کسی ما بکردار نکنیم. میرفتن در صف دیگر رو. ببینید روز شهریار هم هست. شهریار واقعا شهریار در چند جلسه ها، در چند محفل ها دوستی خانوادگی دارم با بچه هاش چند وقت ندیدم. شهریار زبانش زبان مادرش زبان فارسی نبود، اما تو میدونید، اما بهترین شعر فارسی را شهریار گفته است و بهترین سخنی که کلمه که من شنیدم در تبریز و برای من نو بود و در لغتم ندیدم، خشکینو بود. شهریار از دهه خشکینو در اطراف تبریز است. بعد رفتیم گفتیم که دل را زیره دیده به تاب آوردیم، از حسرت دیرینه کتاب آوردیم، در کوزه شهر شهریار تشنه از چشمه خشکینو آب آوردیم. یک واژه‌ای که برای من بسیار معقول است، جای تولد پرزیدنت بسیار محترم همسایه دوست امروزه ازبکستان میرزیویف، یختن. شما هم واژه رو شنیدید؟ من نشنیدم. حالا اینکه بچه‌ها ممکن ده خدا رو ببینن، یختن خشکینو ببینید. بعد گفتیم که درباره شهریار که شعر است که خشکینو آب دارد چشمه، هر چشمه از چشمه آب دارد چشمه، هر دفتر سبز کوه حیدر بابا، هر ذره آفتاب دارد چشمه. یاد شهریار زنده و جاوید باشد. انا اکنون چی میخوام بگم درباره اون که با ما چنین یک شرفی بزرگی اثر داشته است که استاد من عبدالنبی ستارزاده واقعا علم برجسته، رستم علم برجسته، من در این میان چیکار میکنم نمیدونم. به صفحه من بیاد که چیکار کردم در کار رفته شرمنده میشم. اما خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح شکوه ملت عرفان نرفته است. شهنامه نوی بشر آغاز می شود، از نبض سبز آریان اسلام نرفته است. تخمینا اوهم می کند سهراب رستم است، تخمینا اوهم می کند سهراب رستم است. از جسم قره قره ما جان نرفته است. شهادهای چاکن خود زیر چک شدن، رستم دم از تخت سمنگان نرفته است. از شرق تا به غرب همه راز مثنوی است، از بلخ تا به آتش سوزان نرفته است. ما صبح را ز دیده ظلمت کشیده ایم، حکم جزا ز خاطر یزدان نرفته است. باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست. خورشید ز آسمان خراسان نرفته. شعر آریانا رو برای ما شما کنم. قبول دارین؟ شعر آریانا یعنی منم اگر خاطرم مدد کنه با کمک خود شما، آریانا آریانا ای نشانی، ای نشانی مروت،
ای زبانی ای زبانی مدارا، گر زیدودی آتشی خود کشتد، چون شرار آتشی از تیرگی وارستد. زنده‌دار ملتی در خاک و خون آغشته، بالا نگردم وای بر من گر نبینم زشت خود را در سرشت خود شناسی، گر نیابم سرفرایم را سرم را در تلاش خود خلاصی، وای بر آیین و بر آیین ندار من. آریانا پیری بر جا مانده بی متکا، مرگ فرزندان خود را ناتوان و خسته می‌بینی و خاموشی. عالم از فرهنگ تو حسن معانی یافت، عالم از فرهنگ تو حسن معانی یافت. آدمی از گوهر فضل تو اصل خویش را بشناخت. خود ولی از یاد عالم و آدم فراموشی، در عزای مهر آیین سیاه پوشی. آریانا آرزوهای حزین خاکیم را، آرزوهای حزین خاکیم را آسمان، درس خودسازی همی خواهم ز خودبازی تاریخ آفرینند. آتشی دل، آتشی چشم، آتشی روحم بده ای سرگشته خانه خورشید از بنیاد پاک و آتشی. آریانا آنقدر من پست افتادم ز عرشی قلک روح به فرشی طاقتی تحقیر، که بلندی نمیخواهم دیگر از آسمان ها جز بلندی که زمینند. آریانا صحنه پرخاش و چاش زندگی و مرگ، لاله خونی سیاوش طابقه نوروزی توست. طابقه خورشید خاور نسخه خودسازی توست. طابقه همچون نخی ابریشمین نور بر سر انگشت گردونی، طابقه در آتش و خونی. آریانا خسته گردی شهره ما از فری آینده کنده بر گذشته چشم بیدار. من دیگر اندر دفاع شهرت افسرده تو قدرت و تمکین ارزانی ندارم. آریانا ای تهمتن رستمی فرزند بیزار، در نبردی زنده‌داری فری تو، مادری تو، دختری تو، دلبری تو، خونبهای سنگری، خون آفری تو. من دیگر سهراب قربانی ندارم. من دیگر سهراب قربانی ندارم. صدای ما بلند از منبر ماست، سخن سازنده بود احیاگر ماست. هزاران سال در بنیاد تاریخ
زبان ما نگهدار سر ماست. از استاد ارجمند خواهش بکنیم که روی استاد عبدالعلی صفرزاده روی صحنه بیان و آن لوح مبارک را استاد محترم جناب آقای دکتر عبدالنبی ستارزاده با احترام شورای فرهنگستان جناب عالی را در جلسه مبارک 33/1401 خورشیدی به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب کرده است. توفیق جناب عالی را در تحقق اهداف فرهنگستان و پاسداری از زبان فارسی که میراث ارزشمند و مشترک همه فارسی زبانان جهان است از خداوند بزرگ خواستارم غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی. حاضران بسیار عزیز و گرامی، با اجازت و با خصوص سپاس از جناب عالی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران و جمع دوستان و دانشمندان که اینجا حضور دارند، استاد زنده‌یاد دایر شیرعلی شعری دارند که بسیار بنابراین من در روز شعر و ادب فارسی مناسب است. ای شرق تو ابتدای لب و قلم، در موضع آفتاب زرین علمی، البود توی آبیده فراسی یا منبر شعر شاعران عجب. ما ملت خوشبخت هستیم. کشور ما تاجیکستان و ایران و افغانستان میراث برای چنین میراث بی‌نظیر در دنیا هستیم. میراث برای ادبیات بزرگ فارسی تاجیکی هستیم که در دنیا نظیر ندارد. من این با تمام مسئولیت میگیرم. بنابراین با استفاده از این روز، از این مورد مناسب، فرصت مناسب، من همه شما را با روز شعر و ادب فارسی تبریک میگویم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی از مرکزهای اساسی تحقیق و ترغیب زبان و ادب فارسی در دنیا است. از مرکزهای اساسی است و در حیات خود بهترین دانشمندان ایران، زبانشناس، ادبیات شناس و کشورهای همزبان رو دارد. از جمله از تاجیکستان که سفیر محترم اینجا یاد آوردن از ایشان، همچنین از افغانستان. بنابراین برای من بسیار باعث افتخار و سربلندی است، شرافمندی است که مرا مناسب عضویت چنین یک مرکز با شکوه و ارزشمند دنیا مناسب دانستم. من میگم که این کار که از جانب هیئت شورای محترم فرهنگستان ادب و زبان فارسی، جمهوریت اسلامی ایران، سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران شده است، در آن است که ما باید باز هم بهتر همدیگر را شناسیم، ادبیاتمون را، زبانمون را، هم در ایران، هم در تاجیکستان و هم در افغانستان. کارهای زیادی شده است.
و اقدام‌های خیلی مبارکی شده از جانب رهبریت هر دو کشور، جناب عالی محترم امام علی رحمان و از رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران آقای رئیسی و دیگران. کارهای خیلی خوبی شده. من باور دارم که این امکانیت می‌دهد که ما بیشتر باز همون طور که میگویم برای تحقیق در زمینه تحقیق زبان و ادب فارسی خدمت کرده باشه. زنده باشه. خیلی ممنون. جناب استاد سردارزاده اشاره کردن به سه کشور ایران و تاجیکستان و افغانستان و یاد افتادم به این شعر استاد لایق تاجیک و ایرانی افغان چرا ما در این دنیا که از یک مادره شد روحشون شاد باشه و نامشون همیشه جاودان. جناب آقای دکتر رستم وهابزاده با احترام شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر اساس ماده 6 اصلاحی اساسنامه خود جناب عالی را در جلسه مورخ 30/3400 به مدت 4 سال به عنوان عضویت وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب کرده است. توفیق شما را در گسترش دانش و فرهنگ و نگاهبانی از زبان و ادب فارسی از خداوند متعال خواستارم. دکتر غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی. برام خداوند جون و خرد که از این برتر اندیشن برنگذره. همه مستی بوده شد که تو اش اجام داری، تو یگانه‌تر از آنی که هزار نام داری. بزرگترین مظهر یکتایی و توحید البته خداوند است که هزار نام داره. چی رسد به اون که زبان ما در حال حاضر مسیح یاد میشه، ولی همان یکتاست. و با عرضی تشکر و سپاس از تصمیم شورای فرهنگستان زبان فارسی و اقدامی که به مناسبت از طرف سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است. من مناسب حال میبینم که خب ضمناً در مقدمه گفتن میخواستم که مقدمه اینجا خواندن استاد معلمه عزیز گلرخسار گفتن دانشمندان که کار زبان میکنن ما چه کار میکنن؟ دانشمندان اگر تحقیق و آموزش زبان میکنن شاعران زبان میآفرینن و من معتقدم که اگر عباره ها و واژه هایی که خود استاد گلرخسار در جریان ایجاد شعر ساختن گردآوری شود یک کتاب پرورق میشه. سلام. و مناسب حال میدانم یک شعر را که خیلی قبلتر از این روزها و از این حادثه ها سروده شده است خدمت شما عرض کنم با نام مرز خط. خط مرز ما مرز خط ماست، مرز خط پیر پنج رود، مرز خط پیر توست، مرز خط پیر وجدوان، مرز خط استاد میرزا، مرز خط بی خطاست، مرز خط استواست، بی حدود و منتهاست. این زمان که بحر هر وجب زمین نعل مردم جهان در آتش است، حرف آخرین ما زبان ما تیر آرش است. سلام. گسترهای پهناور زبان ما محدود نشود و زنده باد. سلامت باشید.
تشکر میکنم استاد عزیز. ملک شعرا بها فرموده است که شعر دانی چیست مرواردی از دریای عقل، شاعر آن افسونگری که نگونان مروارید سفت. شعر آن باشد که خیزد از دل و جوش از سیلاب، باز در دلها میشیند هر کجا گوشی شنفت. امروز در این حوایشی بسیار زیبای شعر و سخن فرزندان و پیوندان شاعران و بزرگان ملت ما جمع آمدن، از جمله دختر استاد مرزا تخم‌زاده پروفسور فیروزه تخم‌زاده حضور دارند. نبیره تغرر احراری سید برهان احراری تشکیل دارد. پسر استاد سید میرشکر افضل میرشکر تشکیل دارد. دختر استاد محیدین عالیپور یاسمن بانو تشکیل دارد. دختر استاد مومن قناعت شیرین بانو تشکیل دارد. و دختری استاد بازار صابر شاگرده زیبا شرکت دارد. پسری استاد جرابه کزری شهریار جان مسئول جان عزیز شهریار دارد شرکت دارد. خوش آمدن. بسیار یکم از ایشان کردیم. خب اکنون دیگر و قسمتی شعرخوانی در این انجمن آغاز می آورد. در انجمن ما دوست و برادر بسیار عزیزی ما عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، اکادمی بین‌المللی و اکادمی نقلیات روسیه و چندین عضویت‌های در سازمان‌های جهانی دارند. برادر بسیار عزیزی ما دوری بچه بگیش کریم شرکت دارند. حالا ایشان هم در عجله دارند و وزیر نقلیات تشریف بیارند. برای نخست از ایشان خواهش بکنیم که صحبت کنند و ما مقطع ادامه میدیم. ابتدا میکنم به نام خدا که از دو حرف آفرید عرض و سلام. السلام علیکم دوستان ارجمند گرامی اهل قدر. من هم کوشش میکنم که صحبتم با موضوع نزدیک باشد و در جریان صحبت‌هایی که تا این وقت شده. اگر قوم و ملت از فر و شکوه نازیده است، والیدن مردم ما از زبان، شعر و سخن و گرامی داشت فرهنگ است. محض زبانی پرغناوتی پارسی، فارسی، دری، تاجیکی بود که فرهنگ مردم ما را از خانمان سوزترین آفت‌های زمانها پناه داد. در زمان فناوری‌های بی‌نظیر برخی از ملت و قوم‌ها با استفاده از نخست نظریه‌های نیاگان ما در زمینه‌های ریاضی و هندسی و پزشکی و طبیعت شناسی قدم‌های بلند و استوار گذاشتند. زبانی که بازگوی نیازهای علمی زمان نیست، نه فقط بیگانگان بلکه صاحبانش هم طلبگار آن نخواهند شد. و وجود آوردن زبان ادبی و علمی در همه ساحه‌ها
کاری دشوار ولی بی‌نهایت لازم است. تکمیل زبان برای زنده نگاه داشتن فرهنگ و ادبیات گذشته و بلند برداشتن سطح مدنی مردم خدمت می‌کند. این اقدام در آغاز کار سیاسی و بعداً علمی، فرهنگی و معنوی می‌باشد. جامعه تاجیکستان دیر یا زود به حل مسئله خط و الفبا نیز مراجعت می‌نماید. رسالت ادیب و اهل فرهنگ باید بالا گیرد، گره‌ها، معماها کشاده شوند، ارزش‌های والای انسانی حفظ و راه درشوی پریشانی گرفته شود. تاریخ پرغناوت ما سراسر در سپند است. شاهان از مشورت فاضلان و خردمندان در طول تاریخ استفاده نمودند. در کشور ما شماره ادیبان عالمان زیاده از 5000 نفر را تشکیل می‌دهند. آنها بایگری امروز و آینده ملت مایند و در راه رسیدن و نتیجه‌های دلخواه در ساحه علم و ادب و احیای حقیقی ملی و پیش از همه زبان کارهای زیادی را انجام داده می‌توانند. از الفبای نیاگان خود به لاتینی و از الفبای لاتینی و سیریلیک یا کریلیک گذشتن در سالهای 20 و 30 عصر گذشته نه تنها ضربه دهشتناک بود، بلکه ما را از میراث گذشته پرغناوت و هزار ساله ملت ما را تا اندازه دور کرد. ما از هم زبانان و همدلان و همگان و همخوان جدا شده از قسمت ازلی خود کنده گشتیم. تنها به وزیدن باد ایام بازسازی کمی باریده رو گشته. بعضی از روزنامه‌ها و جریده‌ها از واسطه اخبار آمد از الفبای نیاگان از پیوندها یاد کرده خواستگاری وصلگری امروز گذشته شدند. صد افسوس که این جریان بنیادکار قریب دانسته رفت. متاسفانه زبان مردمی به اصطلاح باسواد زبان کوچه و بازار و بی‌مضمون و نافارم گردیده است. آخر به همگان معلوم است که پیش از همه زبان است و بعد کتاب و از پی آن دانشمندی. دلیل پر احساس و تاز و نالوده کودک آثار عالم شمول نیاگان خویش را با زبان صاف و بی‌غش پیشنهاد باید کرد. برای شخصیت شدن فردها زبان مادری موقعی بی‌نظیر دارد. در این سمت چقدر مبلغ هم صرف نشود به زودی فایده می آورد. این فایده با حرف کلام معنویات نام دارد. ذخیره با حرف سیریلیک با وجود آمده برای به کمال رسیدن شخصیت کاملی فرهنگی ملی متاسفانه کفایت نیست. این را تجربه زمان شوروی و شخصیت دانشمندان و فرهنگیان امروزه تصدیق بحث می‌کنند. زبان سیاست هم هست. سیاست خراب شد، ملک خراب می‌شود. اگر سیاستمداران زبان ملی خویش را خوب دانند، سخن را بهترین گوهر هستی را قدر کردند، توانند هنر سخن گفتن و معنی سفته داشته باشند، کارشون بالا خواهد گرفت، کشور رشد خواهد کرد. ما باید سخنان بالا رو نیکو و گرامی بداریم، ارزش‌گذاری کنیم، قدر بنماییم و به کرسی بلند و عرش خسروانه بنشینیم. مولانا بدرالدین هلالی گفته
سخن سردفتری دیوان عشق است، سخن گنجینه سلطان عشق است. می توان نمونه های زیادی برجسته و قضیه های والا و دلپذیر آمد. همچنین کی بوده بین آدم را سطح ذوق و مغز او را سخن و تنها سخن جوهر نثار معلوم می سازد. وضعی بیچاره حالانه سخن را دیده از زبان فردوسی ندا خواهم: سخن نرم گوی ای جهان دیده مرد، میالای لب را به گفتاری سرد. دید و نادید و برداشت ها و مشاهده ها از آن دلالت می کنند که وقتی انسان به سخن می‌بندد و به مردم دل می‌دهد به بزرگترین و فرزانه‌ترین اعجاز حق روبرو می شود و این مهر کس را تا به کاشانه محبتی بی انتهای خدا و خلق بالا می برد و مقامی که در اوج آن غیر از عدالت مسائل دیگر ارزش ندارد. زبان بود و نبود و تکاپو بخشی بقای ماست. عالمی رنگارنگ زیبای خدادادی ما را سخن پررو و بالاتر می‌سازد. راز و نیازهای فطری، فکر و اندیشه های معرفت پینایی خویش را به لطفی وجود سخن نمی‌توان ارزیابی کرد. فقط ذکر نام بزرگان ملت که مقام سخن را به مثابه های آسمانی برداشتند و به شرافتشان تا امروز نگه داشته شده است چندین کتابی مسلسل خواهد شد. سخن همان وقت سودمند و تأثیربخش است که شیره دانش داشته باشد. زبان فارسی، تاجیکی، زبان مادری ما فراوردها و دیگرگونی‌های زیادی را در طول عصرها از سر گذرانیده است. در عهد سامانیان وظیفت زبان ادبی بود و تا امروز شکر باقی مانده است. نظر خود را نسبت زبان ما تحلیلگران زبان و ادبیات دانش، عینی، ذهنی، هاشمی، احراری، ملاقند، معصومی، شکوری، رستم و کمال‌الدین و استادان امروزه ما و ده‌های دیگر بررسی کردند. برای بالا بردن سطح زبان ما صدها نفر دانندگان ادبیات و زبان، روزنامه‌نگاران بام خطر زدند. من هم چند تدبیرهای را برای رشد زبان عرضه می‌کنم. اولین، واسطه های اخبار عامه پیش از همه صدا و سیمای کشور برنامه‌های دائمی درباره زبان مادری تهیه نمایند. دوم، زبان با کلمه و عباره‌های بیگانه مخلوط نشود، هرچند این رنج را همه زبان‌های دنیای نو می‌کشند. سوم، واسطه های اخبار عامه و راوی و برنده و صدر اخبار و مجلس راهبران اداری در گذراندن جمعیت‌ها کوشش بخرجند که محل شیوه عوام بالا نگیرند و به زبان ادبی صحبت آراسته شوند و کارهای اداری و راهبری در برابر متخصصان دانندگان زبان مادری جلب کرده شوند، چون در دیگر کشورها و کارهای اداری دولتی هنگام به کار قبول کردن آنها زباندانی آنها به حساب گرفته امتحان کرده شد. پنجم، استفاده الفاظ قبیح راهبران سطح‌های گوناگون نه تنها بد اخلاقی بلکه دشمنی به زبان ملت معنیدار شده نسبت به آنها چاره‌های ضروری اندیشیده شده. استفاده زبان عوام در حالت آگاهانه و بی ضرورت استفاده شدنش خطاست. در بعضی حالتها چون علاوه استفاده زبان عوام ممکن روا باشد ولی نه در جایهای جمعیتی و نه از بابر صدا و سیما. زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی فارسی می باشد. در شده است در قانون زبان. از این رو
تمام راهبران اداری باید با زبان تاجیکی فارسی اعمال صحبت کنند. هشتم، پیش راه واریچه‌ای واژه‌های خارجی رو افلاس و نالازم گرفته شود. البته بدون واژه‌های معمولی اصطلاح سازی و ترتیب در آوردن کلمه‌های به زبان داخل شده از دیگر زبان‌ها. هر سال در رشته‌های گوناگون علم و تکنیک صدها کلمه نو پدید می‌آید. برای در زبان ما حذف کنندن آنها کمیته اصلاحات از پیشینه هم باید منتظم‌تر زیادتر کار پیش برد. نهم، کشورهای به زبان غیر نوشتن قرار و قانون‌ها و استفاده آن در کار اداری پرره گرفته شود. شاید شما گویید که مگر این کارها کرده نمی‌شود، ولی می‌شود. ما آنها را باز هم زیادتر برای مانده باید ادامه بدهیم. همچنین ترجمه کنیم قانون‌ها، ترجمه زده و نافهم‌ها پیشنهاد نمودن برنامه‌ها و دورنامه‌ها نیست. قانون و قرارها، کارگزاری اداروی با زبان مادری خصوصیت‌های ملی ما را در بر گیرد. لوحه‌ها، نام اداره و شرکت‌ها باید به زبان ملی نوشته شود. دهم، برای زیادتر آموختن بزرگان زبان و ادبیات خویش نیاگان پرثمر نمودن وظیفه‌های معارف و فرهنگ و صدا و سیما برهم زدن کمبودی و فارم و بالا ساختن زبان فارسی تاجیکی. 11 پیشنهاد نمودن دیگرگونی‌ها و اصلاحات مکتب و معارف پیش از همه برنامه‌های تحصیلات مکتب‌های عالی میانه و مخصوصی همگانی و این را اصلاح نمودن وضع نابوهای امروزه زبان. 12 زیر نظارت سرای کشور و حکومت اجرایی سطح‌های گوناگون قرار دادن اجرای قانون‌های زبان تاجیکی و اصلاحات مکتب میانه و همگانی، همچنین آموزش الفبای نیاکان در مکتب‌ها. سرپرست و حمایتگر زبان مادری اعلام داشتن راهبران سطح‌های گوناگون اداری و در کار هم‌روزه کوشش به خرج دادن برای رشد زبان و از بین بردن کمبودی‌های موجوده. در مقامات دولتی و کارافتادگان زیادتر با زبان دولتی معامله کردن، معاملات خطی را به زبان تاجیکی رشد بخشیدن. 15 زیاد نمودن شماره روزنامه و مجله و برنامه‌های اطلاعاتی، نشر کتاب‌های نو پیش از همه برای تاریخ علم. همچنین روزنامه‌ها و مجله‌ها و کتاب‌های مشترک با الفبای نیاگان، نشر مشترک کتاب‌ها. 16 دقت دادن به جای‌های کاری که رول دروازه‌های شهری را اجرا می‌کنند. میدان هوایی فرودگاه‌ها، جای‌های خرید چیپته، ساحه‌های نقلیات، سودا، خوراکواری و خدمت‌رسانی. و میان آوردن فضای ارزنده مقتدر اطلاعاتی الکترونیک، شبکه‌های نو صدا و سیما، مجله و روزنامه‌ها، تنقیح فعال واسطه‌های اخبار عامه که قانون زبان را رعایت می‌کنند. استفاده پوره منبر و تالارهای موجوده ملت در همه جای‌ها. منبرها را با اهل ادب، علم، فرهنگ جدا نمودن، برای گذراندن معرک‌های ادبی فرهنگی رایگان پیشنهاد نمودن. دقت جدی و دوام دادن کار به امرای زبان تاجیکی، نامگذاری شهر و کوچه‌ها، نام و نسب، شهرها، نامه‌ها و کوچه‌ها و میدان‌های کارخانه. دوستان عزیز، با حضور بخواهم من چند بخش شده بود پیش شما سخن نگفتم دارم. اگر چند دقیقه زیادتر سخن گفتم عذر و من باید قید کنم. آن چیزی که من با شما عرضه داشته بودم تقریبا 30 سال نوشته شد، پیش نوشته شدم. این کارها همه شد و کارهایی که شما گفتید در من هم اعضا گفتنی هستم که این کارهای زیادی شدم، حکومت دولت کارهای زیادی را کردن، ولی جمع فرهنگیان را امروزه آنهایی که با ادبیات فرهنگ سر و کار داریم گفتنی هستند که ما باید کار را در این موضوع پیش ببریم. حالا ببینید به بعضی دوستان این سخنهای من نمی‌کنند، این کار ایشون است. دوم، اینجا اشاره شد که با شرافتی سفیر جدید شده در ایران میگویند سفیر نو بسیار کارهای زیادی شده ایستادند، پیش از همه در سمت مستحکم نمودن رابطه‌های دوستی دو کشور دوست همدین ایران و افغانستان. من هم از همین قبل و ایشان مینداری بیان میکنم و یک اشاره هم میکنم که چنین کتاب‌های را از
دوستان ادیبان ما 10 ها با آقای قزبه و دیگران چاپ کردند. کتاب بنده را هنگام سفر آخران سفر دولتی که در ایران داشتند چاپ کردند. تشکر می‌کنم. ما هم تیار هستیم. من شخصا با محفل فرهنگی بازگاه سخن که ما هم چنین کارها نسبت فرهنگیان شما پیاده می‌شود. و از همه مهم امروز یک نظامیدین دردی را اعلام کردن. اون درد همگان ما هست. ما ادبیات، اونهایی که با ادبیات و فرهنگ سر و کار داریم، باید هر دو طرف را باز هر چه زودتر تیز به هم آمدن دعوت کنیم. من شخصا کتابی نوشتم به اصطلاح سلوباوی آکرگستان با محبت درباره قرقیزستان. من نوشتم با محبت درباره ازبکستان، درباره همسایه‌ها. دوستان آغاز کردم درباره ایران. ما امروز نیروی سخن فرهنگمون و آن را رساندیم که هر چه زودتر اون مسئله در مرز کشوری ما حل خدا می‌یابد. بار دیگر اگر زیادتر صحبت کرده باشم تشکری زیاد دارم. در اولکه بزرگوارک باید از میگه براه اندر همی شد راه شاه رسید او تا به نزد پادشاه. راه شاه مردی که راه را میشناسد، کارمند راه است. ولی بچه بشناسند کارمند راه هستند، راه ساز هستند. و چند سال قبل من و شادی صالح و خاصری زرافشانی با دعوت ایشان به ترکستان رفته بودیم. اینقدر دوستان، اینقدر محبت، اینقدر صمیمیت در آنجا دیدیم. راستی ترکستان دوستان گفتم در حقیقت برای هر دو جانب واجب است که کدام دستی میکنند حتما دخالت میکنند. خب یک نکته را میخواهم یادآور شوم که در کتاب‌های درسی ایران شعر اسکندر خطلانی جای یافته است که خوانندگان اکادمی ایران آن را از بر می‌کنند، از یاد می‌خوانند و من مورد است که یادآور شوم. در خون من غرور نیاکان نهفته است، مهر و ستیز رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیدم، گهواره بصیرت مردان نهفته است. پنداشتی که ریشه پیوند من گسست، در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. خاک مرا جزیره خشک گمان مبر، دریای بیکنار و خروشان نهفته است. خالی دلی مرا تو ز تاب و تب مدان، شیری ژیان میان نگستان نهفته است. در خون من غرور نیاکان نهفته است، در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. زبان در عذوبت شکری است، زبان مادراندر نیست صد شکر. زبان من زبان مادری است. از دوست و همنشین استاد ایوبی، استاد بسیار عزیز ما نویسنده خط تاجیکستان الله حمید سمر نشستن. هرچند نویسنده هستند ولی شعر هم میگویند و در شعر هم کامیاب گشتند. از استاد الله حمید سمر رو خواهش می‌کنیم با کپکه خود روی صحنه بیایید. درود به اهل نشست. مبارک باد امروز و
و استادانی که عضوی اکادمی فرهنگستانی بسیار نامور زبان و ادب ایرانی کرده شدند. صدقه شد باش میگویم یک مژده بسیار نیک است. پس از اون یکی استادان ما در این عضوی اکادمی بودند. این یک نوع بهترین رابطه است، رابطه فرهنگی و در این روزها بسیار ضرور است. در این روزها و دوستان عزیز، در باره بزرگی زبان فارسی تاجیکی داریم. این 1000 سال پیش اینا گفتن، از اون وقتی که استاد رودکی شعر گفت، از اون وقتی که بسیار دانشمندای بزرگی ما تا عصر 10 پیش از اون رساله ها نوشتن، داستان ها نوشتن. این زبان در همون سلطنت خود را پابرجا کرد، پابرجا داشت تا به امروز. و حق و جانبی ابوریحان بیرونی است که گفت تا جهان باقی است، تا جهاندار جهانداری میکند، زبانی پارسی در کرسی جاودان پابرجا است. این ابوریحان بیرونی گفت، این همون وقت گفته بود. دیگر اینکه دوستان عزیز، زبان ما، زبان فارسی دری تاجیکی ما و چنانه که از نام استادان بزرگی ما اینجا صدا دادن، در مرحله های حساس ترین و خونریز ترین سیترین مردمان ما بود. محض همین زبان در ردیف سرلشکران، دولت مردان، ابد مردان این دولت و سیاست، ملت ما را، مردم ما را، مردم فارس زبان ما را از همه بلا و آفت ها نگاه داشت و چهره اصلیش را تا امروز پابرجا ماند. این یک. دوم اینکه در اینجا البته سخن گفتن من راستش ما آمادم نبودم، آگاهی هم داشتم که سخن بگویم. در ردیف دوستان شاعری ما، در ردیف استادان بزرگی نظم و چیمان نویسنده های بود برای این زبان خدمت بسیار ارزنده کردن. محض در زمانی، همون در زمانی که دیوارهای بیتونی میگیم و طولادی میگیم بین این کشورها ساخته بودن، هم استاد اینی، هم استاد روزاده که اثر فردوسی ایشان با جایزه گرانترین ایرانی بزرگ نوبل گردید، هم استادان دیگری ما بسیار خدمت‌های بزرگ کردند. به هر حال با هم سیاست‌ها کار خود می‌کنند، در یک عصر دور می‌روند، دو عصر دور می‌روند. لیکن من گمان می‌کنم که اهل سخن، اهل کلام در همه دور و زمان سخن خودش می‌گوید. اون سخنی را می‌گوید که این به این شعار و به این شعار پرتویا محل نمی‌شود. یک شاعری توجیه هنوز در جشن 1100 سالگی استاد رودکی انش شعر گفت در زمان سخت‌ترینی که سیاست می‌گیرند. رودکی شد 1100 ساله شعله‌وار است آفتاب توز، کعبه گشت گیره در پیش شیراز، گنجه با نامی گنجوی نکوز. این در آن سالهای تا سالهای 60 عصر گذشته یک شاعری در یتیمخانه ها اونجا پرورده تاجی گفت، غفار میرزا گفت و بینید که در آن زمان شاعر عقیدهش چه خیلی اوریان میگوید، نمیدونم چه میگوید، بیان میکنند. و در زمان ما اون نسلی که امروز برنده سزاوار عضویت فرهنگستان شده، اینا در سالهای 60 بسیار خدمت‌های بزرگ کردن. اینجا نظام الدین لقمه پرتو کم گرفتن در کار نیست اون زمان. اینا هم همون استادان بزرگی ما، اونایی که بین ادبیات شوروی تاجیک
و بین ادبیات هم ایران بزرگ و افغانستان یک پول بسیار مستحکم داشتن. اونا بهترین نمونه های آثار ادبی در ایران چاپ نشر میشد، در مجله که در شکل کتاب در افغانستان نشر میشد. اون شخصیت ها رو میآوردن به همین وسیله همون عنعنه دیرین 1000 ساله را نگاه می‌داشتن. شخصیت های اندک نبودن و در اینجا ذکر شده یا چون گرامی بود. و چنان عرض کردم زبان فارسی این ما هرچی میگوییم در خاندان هر یک تاجیک، هر یک فارسی زبان افغانستان یا ایرانی همیشه این زبان را گرامی می‌دارن. در کجای روی اونا بیرون از قانون این چیزا اینا احترام این زبان را بجا میارن و خاصه گفت این است که زبان مادری هم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم، بو پیوستی مرا با رفتگانم، توی من زنده هم به تو مراکم. مبارک باشد امروز. نظامی بزرگوار علامه شدید در آغاز داستان لیلی و مجنون بسیار با افتخار فرموده است که ترکی صفتی وفای ما نیست، ترکانه سخن سزای ما نیست، آن از نسبی بلند زاید او را سخنی بلند باید. و بسیار حالتی را اونجا یادآور شدن اگر فرهنگیان کشور اکثرا در خاطر داشته باشه، زمان رئیس جمهوری وقتی ایران جناب آقای خاتمی وقتی آمده بودن در تئاتر اپرا و بالت با زیایان کشور باخوری داشتن و برای من بسیار عجیب بود که از منبر شعر استاد عبید رجب را از یاد خواندن. جناب آقای خاتمی از یاد خواندن شعر عبید رجب. بعد من توجه کردم و این شعر و پیدا کردم نمانه که شما میدانید تا هست آدمی، تا هست آدمی. این شعر در کتاب‌های درسی ایران بوده درس شده بوده است و دعواگران خارجی میگفتن که در اتحاد شوروی همه زبان‌ها همه ملت‌ها از بین میروند، فقط یک زبان میماند. این شعر استاد عبید رجب یعنی یک مشت به دهان همین دعواگران و در آن زمان هر دم بروی من گوید عدوی من که این شیوهی دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم لفظی که از لطافت آن جان کند حضور، رقصت زبان و سازشو باید بریدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوهسار، لفظی بسان بوسه جان پرور نگاه، شیرین تر و لذیذ از تنگ شکر است، قیمتتر و عزیز چون پند مادر است. زیب از بنفشه دارد و از نازبوی بوی، صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی. نو تراوتی دهد چون سبزه بهار، تارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار. تشکر. با عرض سلام و تمنای صحتی و تبریکات به اعضای نو فرهنگستان زبان و ادب ایران، استاد میرزا ترسوزاده گفته بود که مردم تاجیک طبیعتاً شاعر است و این گفته میتوان افزود که مردم تاجیک از ازل شاعر بود، زیرا میراث گرانبهای بشری
اثرهای مهابهارات، ریگویدا، رامایانا، اواستا که ایجاد نیاکان مشترک تاجیکان و ایرانیان و هندوها بودند با شعر سروده شدند. یعنی از ازل، از آن روزگار خیلی قدیم که در تعیین قدیمیت آن شاعران تا 8 و 10 هزار سال تخمین میکنند با شعر و با سرود ایجاد شده بودند و سرچشمه شعر و ادب فارسی نیز از این کتاب‌های خیلی قدیم منشأ می‌گیرد و امروز آن شعری، آن پاره شعری که در بلخ از زبان کودکان هنگام شکست خوردن لشکر عرب گفته شده بود، یکی از نخستین پاره‌های شعری فارسی و تاجیکی بود که از خوتلان آمدیه برو تبا آمدیه زیاده از 1200 سال می شود. این زبان در حوزه خیلی بزرگ حکم فرماست. شعر و ادب فارسی، شعر و ادب تاجیکی که به 3 زبان شهرت دارند در دنیا، یک سرچشمه و یک منشأ دارند. استاد نورسال گفتند امروز حاضر که آریانا این ایران است. بسیار درست گفتم. موافق تحقیقات ما و تحقیقات دیگر عالمان، جایگاه پیدایش واژه‌های پارس، ایرانویژ یا آریانا و ایران حدودهای کنونی تاجیکستان است و از اینجا این واژه‌ها به دیگر منطقه‌ها مهاجرت کردند با مهاجرت صاحبانشان یعنی آریایی‌ها و امروز واژه ایران در اون کشور ما و واژه آریانا را ما با خود نگاه داشتیم. هرچند ایران و آریانا این عین یک واژه است، یک کلمه است، تصریف همدیگر هستند و در این بخش البته سخن بسیار است. من میخواهم 2 شعر بخوانم. چگون اندر گلستان و بهار خود شکوفا شد، چو صدبرگ به صدبرگ زیبندی غنچه باشد، به سر برده شبان تیره و اندوه تنهایی، کنون چون صبح از چاکی گریبان مبرا شد، برون از خویش آب و دیده بگشا، یک 2 جولان کن، نقاب از چهره برانداز و ظاهر شد، هویدا شد، خط اندر جبین داری ز دنیا بی نشان مگذر، شعار شد به دیوار زبان افشا و انشا شد، چو تخمی لاله از خون سیاوش سخن برخیز، چو تخمی لاله از خون سیاوش سخن برخیز، سمندر صورت از خاکستر 100 ساله احیا شد، سمندر صورت از خاکستر 100 ساله احیا شد. چنین میگفت پاسخ بر سوالم حضرت حافظ که کار دشمنان سهل است با خود در مدارا شد، به همت جایگاه رفتگان را پر نما از خود، دوشنبه عزیز ما سمرقند و بخارا شد. و شعر دیگر هم پهلوی شد پهلوان فارسی، واژه تیر و خط کمال فارسی، اهل
دل از باستان تا آستان رازگو شد با بیان فارسی. تخم حرفش هر کجا افتاد اگر پروریده بوستان فارسی. همنوایی میکند کبک دری بلبلان هم داستان فارسی. پرجلا لعل بدخشان دری پرشکر هندوستان فارسی. تاجیکی از شیوه شاهنشاهی است تاج و تخت از جهان فارسی. لفظی دفترداری یزدان دری است حرف هوران با زبان فارسی. میرسد از زابلستان سخن رستم با داستان فارسی. تشکر. سلامات باشید دوستان عزیز. همیشه در سخن در شعر محترم باشید. چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود تا جهان باقی و آیین محمد باقی است. و در این انجمن بانوی شعر و سخن شاعره رحیم جان شرکت دارند. من با کمال احترام از شاعر بابا خواهش میکنم که بیان شعرخوانه نکنید. از این پس خط شعرخوانی میکنیم و این روز را گرامی میداریم. به نام آن کس در تو ترکیب زمین و آسمان را داد ترتیب. این شب و روزی که جان وطنم می‌لرزد یک شعر وطن میخوانم. چقدر مست شدی که مرا حرف نباشد. چه بگویم چه توانم که سزاوار به نامت شده باشد. چه بگویم که در آن حرف تجسم بنمایم هیجانم چه چیزی تازه بیارم در این سفرک قدری و سکونت وطنم پیچ کند رشته جانم. ای وطن من به همین جا به همین دم گریه دارم که فقط لحظه از وقت تصور که شدم دور زی کنار تو منم زنده در گور. نتوانم بروم فاصله دور برسم تا در غربت به یکی منم آن قافله شور. تو که ارمان منی تو که این زندگی بستر و سامان منی بهترین وعده سامان من اونجاست و خارجه دور. من ولی هیچ نتونم بروم تا در دهلیز سری گور. تو مرا پاره جانی تو عزیزی و عزیزانه بیمانی. ای وطن پاره لخت جگرم در بهاری تو فقط گل بسرم در بهاری تو فقط گل بسرم. تشکر. در این مجلس آموز شخصیت‌های بزرگانه که امسال از مکافات‌ها قدرشناسی‌ها برخوردار شدند. استاد یونس یوسفی مدال خدمت شایسته گرفتن. مبارکتان باشد. خیلی نویسنده بسیار معذرت می‌خوام جایزه یادوی بنام رودکی را گرفتن. مبارکتان باشد. اسمت ظریفی همچنین برگردان کننده اثرهای ادبی. خب خیلی استاد محترم محترم گفتیم سفرگل هاشمی نیز جایزه گرفتن. بله اینجا خب اعظم عبدالرزاق همچنین از من خواهش پیشان مسلمان تبریک میگم. خب در این مجلس آموز هنرپیشه معروف ما اسفندیار غلام چه از فرزندانی حسن غلام که اینا از همسنگران از استاد لاهوتی بودن پدری بزرگوار ایشان. خب هنرپیشه مردمی تاجیکستان استاد مریم ایسای و همچنین تشریف دارن و آقای احترامانه خواهش میکنم که بیان برای ما یک شعر خوانند. استاد
السلام علیکم دوستان عزیز، از دیدار شمایان خیلی شدم که خداوند کریم ما را به چشم یکدیگر باز هم نزدیکتر کرد. امروز البته با سبب‌های بسیار هم فرهنگی. همه بزرگان البته می‌دانیم که از بطن مادر به دنیا آمدند و امروز من شعری می‌خوانم که به وصف مادر بخشیده شده است. تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یک تای مادر، زمین رو هر قدر چون مال میراثی میان هم فرزندان تو بسا تقسیم کردم. زمین را قطعه فرزندان تو برای یکدیگر تقدیم کردم. ولی یک روز دانستم زمین قسمت نخواهد شد. زمین و آسمان، خورشید و ماه مثل دید، مثل مید میان کودکان قسمت نخواهد شد. همه زمین و آسمان دارم، همه ماه و خورشید دارم، ولی اصلا زمین و آسمان، خورشید و ماه مثل تو یک تو تنهایم. چنانچه هر کسی را میادگاهی هست، ره سرمنزلی میادگاهی هست بخشید، ولی بخری همه مادر وطن یک تاست. تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یک تای مادر. تشکر. تشکر استاد عزیز که با حضورتان با شیخانیتان خیلی ما را نور بخشید و ما شکر که دارای نجات داریم. از استاد دارا نجات خواهش میکنم که روی صحنه بیاید. شاعر خطی تاجیکستان. شنوایی احمد است، هرچند زن میزنم پیامد بینم سبر نمیگردد. در دوچخان پشدان که برای شما شعر میخوانم، در دوچخان من حتی 25 سال زحمت سخت کشیدن فرهنگی نامش فرهنگی دورا لغتنامه‌ای برچیدی تفسیری و ارشدشناسی در دو جلد نوشتم. ارشدشناسی شار زحمت سخت شبها با خواب نمی‌زدم. من 8 سال تقریبا در بارایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان همکاری داشتم. همین کتاب اشرافتی همان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی رو برام آمد. این کتاب دوستی با وجود آوردنی یک تکلیف بزرگی زبان فارسی و زبان تاجیکی را تلقین می‌کند. رایزنی یک کتابخانه‌ای بسیار خوبی داشت. همه کتاب‌های لازمی بود. ما در موضوع بسیار استفاده کردم. برای همین موضوع کنسم پیشنهادی رو برای شما شعر می‌خوانم. همین دو جلد کتاب را با آقای محترم سفیر جمهوری اسلامی ایران ما چند سال پیش ایران رفته بودم در یک همایشی بزرگی مثل همین همایش آمد تقریبا 400 شاعری ایرانی را بودم و من خواندم من یک شعر خواندم.
حال شاد شما ما همه شعر را در اینجا بخونم. این شعر الهام بخش این شعر سوری عادیات از قرآن شریف است. نامش باقی آمد هنوز میگریاندم پیرکی مهتاب و شیهه است. رخسارم ورقی عشق نوشته گلسنگی است. ای مژگانم از یاری نوندی نور، بیا و تفسیرم در روشنای معطری سفیده از گلگیز تکبیر. شاید یک آبرشم از هوای شراره‌های لعلی تقاوری علی علیه السلام و آن نفسنا دوندگان یکجا در سنگ‌های وادی یاگیس. ای خوشبو از ریحانی خطی سرشت حضرت زهرا اندر راهپایی بیا با تشبرزاری نعل و خارزنگ و عنبربویی گریه در پیندک بهار شیهه است. بیا بازا و بامداد کشکفته‌ای گلهای یار واژه را در یک چمن الله اکبر. یک دیگر شعر بخونم. من 5 شعرهایی دارم، 2 شعر بخونم سبا میدن شعر رو برای که وقت شعر میدم. موسیقی ها را در کشکاری با پرمرد موسیقی بدون آخر از پرنده های حضرت علی حضرت زهرا میگوید. بیروا من پرنده ها بیروا با فریشتره شد بود با یک سلام هزار علیک شیوا بشنوم از حرکات زیبای گردن موسیقی ها. بیروا کوی بکو تا انسانی کوکو تا فلسفه یاهو تا معرفت یشتکی مرغی هلا تا ماهیتی بالگردی پرستوش. بیروا پرنده ها دوستم بدارم و شماملی نمازی گموزار می آرم از ترازوها. زندگی اکنون تخم کرده است در بغل کبک‌ها. زندگی بوی خفلانه و بوی عشقی مسیحچه میکند. من که از سوار شمنکوبانم حضرتان با وینا می‌بسد با سختی می‌دهیا آوه خوب پوچیده که از رنگ کارم و بیا شونم با پارسه های کفترشی. اما پرنده ها و تسلا سپاس هم میخوانم گرد و دمکاسی ضبط آنها دنواژه های از خرمنی غزل می‌ریزم. پیرا تا بامداد موسیقی های بام آنجا که صدای پرنده های حضرت زهرا عبور می‌کند از دلی ما تا بر خدا شکر. سلامت باشد استاد عزیز. ما میل ندیده ایم که طعمش بود لذیذ غیر از شراب شعر و کلام سخنوران. خیلی خدمت‌های پرورش کردن استاد سلامت باشد. فرهنگ دانا و خم دارای روزی ماست.
اینجا در اهل هنر از هنرمندان تئاترهای پایتخت زیاد هنرمندان حضور دارند با پیکر زیبا هنرمند را ببینم عبدالمین شریف و حضور شما برسانم که پگاه ساعت 5:30 بیگاه موسم نوبتی تئاتر اکادمی درامایی به نام استاد عبدالقاسم لاهوتی آغاز می‌یابد. پگاه ساعت 5:30 همه شما را به تئاتر لاهوتی دعوت می‌کنم. با هم و ورود رایگان است و خود تشریف شما برای ما بسیار سرفرازی است. نمایش نو و حالا از عبدالمومین شریف خواهش میکنم که برای ما بیاید یک شعر خواند. از عبدالمومین در بسیار جشنواره‌های بین‌المللی شرکت داشت، برنده بسیار جایزه‌های بین‌المللی تئاتر خیابانی است و تئاتر نقالی. برای عبدالمومین عزیز ما از حضور برادر عزیزمون استفاده می‌کنم. سلام محمد صداش من 12 سال شریفیم شریف رو رفتم 2010 شریفی شدم برای شریفیدم استادا مبارک شود مبارک شود. خب کاش از ازل در مدی اول عشق بود، محبت بود، همه مشکلی ها، همه نافهمی ها، هرچی بود برطرف می‌شده. در حکایه خود در مثنوی بحث مو با مسلمان و مولای می آورد اون بحث می‌گوید از من بهتر دین من بعد آخر میگه مولای که تا اینکه دنیا هست این بحثا هست بود و خواهد و فقط چیزی این نافهمی این بحث این چیزا رو برطرف می‌کنه ایشون محبت است. زهی عشق که ما راست خدا چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، چه گرمیم از این عشق چه خوشه چه دیوان چه برهان چه اداست خدایا. فتادیم بدان سان که نخیزیم ندانیم چه خواست خدا. زهی باده همراه که مرجان جهان را بیاراست خدایا. چه نقشیست بر این صفحه ها غریب است زیباراست خدایا. خموش باش که تا فاش نگردد که اغیار گرفته است چه پوراست خدایا. از آنها چنان است که ما دست زنانیم نه از کف و نه از ده و نه از ناز خدایا. نه دام است نه زنجیر هم بسته چرایی، ندام است نه زنجیر هم بسته چرایی. چی بند است چی زنجیر که بر پاست خدا. تشکر. سلامت باشه شریفی مومنی عزیز. در انجمن ما لطافت بانو که اینجا یک بانوی که تمام هستیشان را به شعر و ادبیات خصوصا و کودکان و تربیت نسل نورست بخشیدند و مجله با نام استقبال نیست به نشر می‌رسانند و کوشش و بسیار تلاش‌های خودشان. از حضور لطافت بانو استفاده می‌کنیم. خواهش می‌کنم. به احترام همه شما عزیزان یک غزل می‌خوانم. در اول یک بیت از ساقی بزرگ که میگوید: تنده به وقت شور
که خوابانده است چرخ هر سو در نمک جگری آفتاب. یک غزل برای شما اهدا کنم. آهنی دل گه سرور و گه ماتم داشته است. ناز این باری قیامت هر یک آدم داشته است. دانه در سی عبرت از خاک سیاهش می‌دهد، سر به پروین می‌کشد آن که سر خم داشته است. در فلک آتش نفکن آذرخش اشک من، در کمانی می‌جهم دستی دعا نم داشته است. در زمین زخمی پریشانی ما دارد زمین، وحدتی ملت زبانی دین مسلم داشته است. طفل آن دوشی زرازی دعوی پیغمبری، دامنی از بیگناهی مثل مریم داشته است. هر دلی که سوخت از غم بوی آتش می کند، آتش عشقت را جان و جگر هم داشته است. عشق در صبح جوانی می دمد چون آفتاب، عاشقی در شام پیری سایه غم داشته است. اشتیاق کعبه کویت و صبرین زندگی است، چشم از چاه جدایی آب زمزم داشته است. زندگی ذره کاهی نیست که کوهش کرده. زندگی نام نکوهی است که خوابش کرده. زندگی نیست و جز نم باران بهار. زندگی نیست و جز دیدن یار. زندگی نیست و جز عشق و جز حرف محبت به کسی و هر خواب و خس زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چی کردیم چی خواهیم کرد در این فرصت کم؟ حالا رجوع میکنه به جوانان ایجادکار که در این مجلس اون شرکت دارند. از بزرگمهر بهادر بسیار شاعر جوان بخش سلام درود دوستان. هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. استاد عزیزم شاعر خلقی تاریخ‌دان رخسارمان را با این شرف یابی تبریک میکنم و استاد عزیزم رستم وهابزاده را که هر دو هم حق استادی دارند، شعرهای مرا قلم زدند، سپاس میکنیم. مبارک باد. این خاک سراپرده شاهان بزرگ است، پرورده شاهنامه و گردان بزرگ است. فردوسی شاعر تنی تنها و گهی رزم، سرکرده و سرلشکر ایرانی بزرگ است. چون تاج سری مرد بود بانوی ایران، این منشه تاریخی مردان بزرگ است. گهواره ملغانج کند با سیمور، گهواره آورده طفلان بزرگ است. همسایه خورشید شدیم از ازلین کوه، در سلسله صبر سرابان بزرگ است. در هر قدم خون شهیدان شده لاله، چون لاله شدن در وطن امکان بزرگ است. فرهنگ من از پارسی پاک شناسم، پیغام دلم شعر نیاگان بزرگ است. کانونی سخن گشته مرا تربت خیام، از ملت حافظ بودن عنوان بزرگ است. دیوان و وزارت همه از پای فتادند، دولت همه بین گفته دیوان بزرگ است.
صدپارگی هم نقشه دیرین عدو بود. این مرزکشی ها غم دستان بزرگ است. ایوان مدائن چه کسی ساخته تا ها، ای آن که تو را شهر بیابان بزرگ است. دریا نشود هر که در اندیشه جوی است، اندیشه بزرگ است که انسان بزرگ است. از بلخ و هراتم بدن آیم ز نیشابور، از سوخت روم تا به سیستان بزرگ است. از طوس و یا مرو رسم تا به بخارا، تا هند مرا روضه رضوان بزرگ است. گرچه زیب و بخارا و بدخشان هم از سنگ است، در سینه ما دقب زرفشان بزرگ است. ای دیده فقط خط کش و سرخ خریده، ای دیده فقط خط کش و سرخ خریده هر یک رگ ما. ای دیده فقط خط کش و سرخ خریده هر یک رگ ما خط خراسان بزرگ است. همخونی ما می شود از پارسی اثبات، همخونی ما می شود از پارسی اثبات. هر واژه ما حجت پیمان بزرگ است. پیوندی مرا هیچ کسی می نگشاید، هر رشته آن بسته به ایمان بزرگ است. در قله پامیر نشستم به نیایش، در کوه دماوند نشستم به نیایش. آزادگی هم هدیه یزدان بزرگ است. سلامت باشه زلمه عزیز. مبارک شوری دریای جوانی، رسیش ها و تپیش های جوانی. در این دنیای پیر افغان، همایون با دنیای جوانی. و اینجا دو تن از شاگردان استاد درستاد شرکت دارن. تمنا نیست. خب بانو پرواز کرد. درود بر اهل نشست، درود بر روی گذشتگان، بر روی پرفتوحی گذشتگان شعر فارسی. همگان رو به این روز بزرگ صمیمانه تبریک بنمایم و باید قید کنم که من بار اول است در چنین محفلی باشکوه شرکت می‌ورزم و صافتلانه اقرار می‌شوم که رو بر روی استادان بزرگ ایستاده سخن گفتن به من خیلی مشکل است. به هر حال یک غزل را که از ایجاد خودم است پیشکش نشستگان میکنم، باقی قضاوت از شماست. تا جان به کف نمانی به جانان نمیرسی، دل بر هدف نمانی به پیکان نمیرسی. دایم تو باش از پی روزی چو آسیا، در جستجو به جستجوی لب تو برکان نمیرسی. تا پاک از غرض نکنی جسم و جان خویش، هرگز به ختم آیه قرآن نمیرسی. رخت سفر صدق نبندی سوی پدر، چون یوسفی غریب به کنعان نمیرسی. گر نیست بال و پر چو قرآن قوی تو را، بر قلعه بلندی بدخشان نمیرسی. بانو اگر نپروری مهر سخن بدین، بر قدر شعر و شاعر غارون نمیرسی. اینجا من واژه غارون را استفاده کردم، شاید بسیاری را نفهمند. این زادگاه بنده است، وادی غارون، مکان لعل عالم شمول است که بنده در اونجا به دنیا آمدم. تشکر. سلامت باشه خانم زیما. از این صحبت و از این همایش باز هم به این خلاصه رسیدیم که جهان را به شاعران بسپارید، جهان را به شاعران بسپارید. مطمئن باشید کلمات را بیدار میکنند و در کاغذها گل و گندم میکارند. جهان را به شاعران بسپارید. بیابان و باران هر دو خوشحال میشود، هر دو جوانه میزنند، از سرانگشت
بسپارید. مطمئن باشید سربازان ترانه میخوانند و عاشق میشوند و تفنگها سر بر قبضه میگذارند و بیدار نمیشوند. جهان را به شاعران بسپارید. دیوارها فرو میریزند و مرزها رم میبازند. درختان به خیابان میآیند. در صف اتوبوس و شکوفه می‌نشینند و پرندگان سوار میشوند و به همه همشهریان تخمه آفتاب گردان تعارف میکنند. مگر همین را نمیخواستیم؟ پس چرا بیهوده معطل مانده ایم؟ از تعامل و تردید دست بردارید و جهان را به شاعران بسپارید و جهان را به شاعران بسپارید. این قافیه های سرگردان اگر از صندوقها سر در نیاورند پیر میشوند و پرنده نمیشوند و جهان بی پرنده جهنمی است که فقط شلیک میکند. جهان را به شاعران بسپارید. این محفل زبان حالا بازم از دستم در کار متصدی به هم آمدن ما امروز از جناب آقای صفی جناب آقای صادقی خواهش میکنم که با این صبر و تحمل و این جوانمردی که دارن واقعا فرستاده باید که دانا بود و گفتن دریغ و توانا بود. بازم روی صحنه بیان و پیام دورید خدا در انجام میگویم. خواهش میکنم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هر کسی با قلم و شعر نامش نیکو میماند و به قول سعدی سعدیا مردم گناه نمیرد هرگز. همین نمایشگاهی که از بزرگان و فرهیختگان ایرانی و تاجیکستانی مشاهده میکنید قرار من را یاد این شعر انداخت. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر یکی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. شبا که همیشه پایدار باشید. من هر از گاهی شب هفته‌ای حداقل هفته‌ای یک بار گاهن روزی یک بار توفیق پیدا میکنم و میرم به این زیارت بزرگان و مشاهیر در لوچا. معمولا وقتایی هم میروم که هیچ کس نیست که اونجا عرض به خدمت که هم دیروز رفتم هم روز گذشته رفتم همینطور و مدد خواستیم که کمک کنم این مجلس انشاءالله به خوبی برگزار بشه و الهام میگیرم و حتما روح این مفاخر ما هم از برگزاری این نشست‌ها خوشحال است، چرا که شاعر بزرگ لایق فرمود عطای فضل یزدانی که با جمع و پریشانی تپد با هم تند با هم. دل تاجیک و ایرانی به تاجیک و به ایرانی محبت باد ارزانی. صداقت باد نجابت باد شهامت باد ارزانی. زبان من قاصره و من خیلی آموختم و بازار شعر هم خیلی خوب و رنگ بود. رفتم به مزار استاد بازار صابر گفتم که
در بازار شعر شما بازار صابر هستید، منم صابری هستم و ما بند با هم و منم یک چند بیتی با اجازه استاد آرتیق اگر به ساعتشان نگاه نکنم و به من وقت بدهم همه شما را معلم خود میدانم. معلم ای نوید صبح صادق، محصل بر وجودت گشته شاعق. من محصلم. معلم ای نوید صبح صادق، محصل بر وجودت گشته شاعق. تویی مفتاح هر گنجینه علم، تویی پویندگان را یار با حلم. چراغ روشنی بخش هدایت، به پادارنده قصر سعادت. به نون و القلم داری تأسی، به نام نامی عبد تو درسی. سخن در وصف تو رفت از عدد بیش، ولی این را شنو از مولی خویش. که من علمنی حرفا ندادا، فقط سیرنی عبدا جزادا. به هست ای صابری خاموش باشی، به گفتار معلم گوش باشی. سلام علیکم. من تشکر میکنم و به قول استاد روانشاد چقدر زود دیر شد و از همه عزیزان تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و قدم رنج فرمودن. روا به منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به خانه خودتان تشریف آوردید و اوقات خوشم بود که با دوست به سر شد. باقی همه بی‌حاصلی و بیخبری بود. من چند تا تشکر ویژه میکنم. اولا از مقامات زیربط حکومت کشور دوست و برادر تاجیکستان عزیز که مساعدت کردن این برنامه برگزار بشه و از همه عزیزان تشکر میکنم و همه عزیزانی که ساعتها و روزها زحمت کشیدن که این محفل برگزار بشه و اونهایی که بر روی صحنه هستن مثل آرتور جان و اونهایی که در پشت صحنه هستن که در واقع ما این که میگیم زبان مادری به نظر من چون بعد از ذات خداوند متعال و پیامبران و بزرگان ما مادر مقدسترین موجودیم و انقدر زبان مهم است که زبان را میگن زبان مادری. من خیلی فکر میکردم چرا میگن زبان مادری است. انشاءالله موفق باشید، مؤید باشید، آرزوی توفیق داریم. انشاءالله همیشه پیروز باشید، انشاءالله همیشه در کنار هم ایامتان به کام و عزتتان مستدام باشه. انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله اینا همه بهانه است که ما دور هم جمع بشویم. وقتی دور هم جمع میشویم احساس هویت میکنیم که ما نیاکان ما چه کردن و اونها کاشتن، ما امروز داریم استفاده میکنیم. انشاءالله ما هم لایق باشیم که بکاریم تا آیندگان هم بار دیگر تشکر میکنم از جناب شورت عزیزم، معاون محترم اول آریان بانک هم تشریف بردن. بازار شعر بگونیست فارغ از هر گونه مسئولیت عرض به خدمت که دوست دارم. خیلی از عزیزان هم تماس گرفتن، دعوت شده بودن اما به خاطر جلسه‌ای که پیش آمده بود عذرخواهی کردم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه. ما در خدمتتون هستیم. هرگاه خواستن عکسی بگیرن یک پیاله چایی هم به قول عزیزان تاجیکی فراهم شده است. در خدمتتون هستیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدار.
من میخوام از شهرت یار عکاس بسیار معروف هم هنرمند رامشگر که اینجا عکس‌های بسیار زیبایی را از استادان بسیار عزیزان که بسیار صحیفه‌های روشن تاریخ است اینجا به نمایش گذاشتن. از شهرت جان عزیز تشکر میکنم و چون اینجا از استاد بازار یاد کردن چند مصرع از همون شعر معروفشان میخوام که روزی انجام باشد. در سرایش تاجک از وقت نگون گرچه با گبر و مسلمان هم سرا بود هم رسول و هم خدا بود در زبان اما جدا بود. آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تاج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، رخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در سرایش در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او، به شمار است به حساب است به حد است. آفرین. برای سلامتی آقای آرتیف با این شور و حرارت این شعر را خوندن تشویق جانانه بکنید. یک بسته فرهنگی هم عرض به خدمت که آماده شده که در موقع خروج تقدیمتان خواهد شد. در خدمت هستید. همایشی که امروز اینجا دایر گردید بار دیگر شهامت شعر فارسی، شعری دری تاجیکی، شهامت شعر را در روزگار ما تاجیکان، در روزگار همزبانان ما نشان و بعد از مدت طولانی که ما خواستار همچنین یک همایش ها و نشست های فرهنگی بودیم تا اندازه تشنگی فرهنگی ما را شکست و با کمال احترام سپاس میگویم از سفارت جمهوری اسلامی ایران و دستندرکاران این محفل خیلی زیاد عالی و دیداری همه دوستان و باز با هم پیوستن شعر و ادب فارسی زبانان. متشکرم. امروز در این محفل باشکوه که بیشتر با اشتراک شاعران و نویسندگان تاجیکستان گذشت با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان بار دیگر ثابت شد که سخن پیوندگر است. شعر، سخن و قلم پیوندگر است. پیوندگری نه تنها دلها بلکه پیوندگری ملت ها، پیوندگری کشورها. ما همیشه مثل آهن ربا یک مهر محبت بین ما و مردم ایران هست که همیشه ما را میکشد و باز هم این آثار گرانمایه ادبیات ماست. همایش امروزه واقعا هم همبستگی میانی همه نفرانی بود که گلخن افروختن دور واژه شعر و چنین محفل را کیها یاد نداریم. چنین محفلی که واقعا هم تا با فرجام خستگی را احساس نکنی و احساس بکنی که در سرزمین شعر اصلا حضور داری و دستندرکاران راهبران سفارت جمهوری اسلامی ایران امروز واقعا هم توانستند که گلخن شعر را تا به آسمان بیافروزند و دور این گلخن جمع آوردن زمره شاعران فرهیخته خیلی خوشایند بود و امیدوار هستیم که چنین محفل ها خیلی با تکرار
راهاندازی بشوند تا ما خمارشکن شعر باشند. درود بر همه شما عزیزان. امروز 28 شهریور ماه 1401 شمسی هست. در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان بزرگداشت شعر و ادب پارسی برگزار شده با حضور مهمانان و فرهیختگان ادبی و هنری تاجیکستان. مهمان‌های زیادی رو ما در این محفل داشتیم و بسیار از صحبت‌ها، از اشعار و از گفته‌های این عزیزان فیض بردیم و ضمن اینکه سوای این سخنرانی‌هایی که دوستان داشتن در این محفل، هر کدام از ما نسبت به همدیگه بیشتر آشنا شدیم با فرهنگ همدیگه، با شعر همدیگه، اشعار ایرانی، اشعار تاجیکستانی و همدلی و همسخنی ایرانیان و تاجیکان در این محفل بیشتر و بهتر به ما ثابت شد. من خیلی تشکر میکنم از همه دستاندرکاران این محفل. امید که همیشه خوب و خوش و تندرست باشید و همیشه شعر و ادب پارسی که متعلق به تاجیکان هم هست همیشه پایدار و سرافراز و پاینده باشه. سپاسگزارم. خوشنویسان هستم از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان. امروز در این مکان همایش بزرگداشت شعر و ادب فارسی برگزار شد. بسیاری از چهره‌های فرهیخته و سرشناس تاجیک و ایرانی در اینجا حضور داشتند. از اهمیت زبان مشترک ما یعنی زبان فارسی تاجیکی سخن گفتند. باعث خوشنودی است که امروز در همین محفل سه تن از دانشمندان بزرگ از شاعران بزرگ تاجیک به عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی پذیرفته شدند. این هم یکی از مژده‌های بسیار بخش این همایش بود. در همایش گفته شد که هر کوشش تلاشی که می شود برای به هم نزدیک آوردن مردمان ایران و تاجیکستان انجام می‌پذیرد و از بس که این دو ملت تاریخ و فرهنگ و شعر و ادب مشترک دارند تا امروز هم همین رشته‌های مشترک این دو ملت را به هم نزدیک می‌دارد. و همچنین در این همایش گفته شد که باید از این دست محفل‌ها بیشتر برگزار شود.